بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. امیدوار هستم هر جایی که هستید شاد و صحت و سلامت بوده باشید. البته ما با برنامه جدیدی از شبکه جهانی وصال حق خدمت شما عزیزان و سروران قرار داریم. نام برنامه ما هست خلق عظیم. این اولین قسمت این برنامه است که ما خدمتتان با اولین قسمت برنامه خلق عظیم حاضر شدیم. البته مفتخر هستم و خوشحال هستم که جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری را به عنوان کارشناس و مهمان دائمی این برنامه در اولین قسمت برنامه خلق عظیم با خود دارم. در آغاز سلام های شما بیننده های عزیز و گرامی و سلام های خودم را خدمت جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری تقدیم نموده ایشان را به اولین قسمت برنامه خلق عظیم خیر مقدم میگویم. تشکر جناب استاد بزرگوار. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده، همانطوری که نام برنامه خلق عظیم هست. الله سبحانه و تعالی ما را ملبس به اخلاق عظیم حمیده و پسندیده، ما را و همه بینندگان عزیز و گرامی را همیشه با صفات حمیده و پسندیده مزین داشته باشد. آمین آمین یا رب العالمین. جزاکم الله خیرا. البته همونگونه که من گفتم شما به عنوان کارشناس و مهمان دائمی این برنامه که به نام خلق عظیم هست و این اولین قسمتش هست، شما را از این بابت هم خوش آمدید خاص میگویم. امیدوار هستم که در این مسیر و در این فصل جدیدی که ما با برنامه خلق عظیم آغاز کردیم از محضرتان من و بیننده های عزیز، کارگردان های عزیز پشت صحنه، خصوصا رفیع جان و فرید جان، همه ما انشاءالله مستفید شویم و اخلاق نیک اسلامی را از این دریچه بیاموزیم. تشکر. الله سبحانه و تعالی قبل از این که برای من توفیق بیان اخلاق نیکو و حسنه در این برنامه عنایت بفرمایم، از الله سبحانه و تعالی میخوام که خداوند مر توفیق بده که با آنچه که میگویم با عمل داشته باشم، تا اینکه روی عزیزان و بینندگان هم تأثیر بگذاره. و مسئله اخلاق مسئله که حتما در این برنامه و برنامه های دیگر فهمیده خواهد شد که اهم شی و مهمترین چیز در زندگی انسان مسئله اخلاق هست. البته اینجا جا دارد که من و شما همچنان، البته من اول از شما تشکر میکنم و سپس تشکر ویژه از استاد عبدالرحمن فاتح داشته باشیم که این برنامه البته از پیشنهاد جناب ایشان بود که به اداره شبکه جهانی وصال حق پیشنهاد نمودند که ما در موضوعات مختلف، بدون شک هر برنامه شبکه جهانی وصال حق آموزنده و مهم هست، اما در یک بخش ما کمبود یک برنامه داریم که عبارت از آداب اسلامی یا اخلاق اسلامی، یک برنامه باشه که اخلاق اسلامی را برای بیننده های عزیز برنامه شبکه جهانی وصال حق مطرح بکنه. کمبود این برنامه را جناب استاد فاتح عزیز احساس کردن و در مجلس اداری شبکه پیشنهاد دادن که همچون برنامه باید داشته باشیم. جا داره که از ایشون تشکری بکنیم، یاد بکنیم. تشکر. ما چون مستقیم سر سلام رفتیم و باید هر کلامی به آغاز بسم الله و الحمدلله بشه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه ابو داود. او كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. همانطوری که
شما اشاره فرمودیم که این برنامه و پیشنهاد برادر عزیز ما جناب استاد فاتح صاحب شده، چون در قسمت اخلاق ما برنامه کمتری داشتیم. پیشنهاد واقعا زیبا و جالب و همچنین جا داره که از مدیریت شبکه جهانی وسایل حق تشکری کنیم که واقعا به پیشنهادات کارمندان خود ارج و احترام میگذارن و همیشه با ما میگن که شما اگر نظریاتی داریم، پیشنهاداتی داریم، حتی انتقاداتی داریم به خاطر اصلاح شبکه. ما میخوام یک نکته ما اضافه کنم. تنها برنامه خلق عظیم یا خلق عظیم نمی شود گفت که تنها این برنامه اخلاقی هست. کل برنامه های شبکه مرتبط میشه به اخلاق. وقتی نگاه کنیم که ما برنامه داریم به نام برنامه اول، مسئله روحانی قرآن عظیم الشان. قرآن هر کسی که درست یاد بگیره طبیعتا و اخلاق او تغییر میکنه و حمیده و پسندیده میشه. برنامه داریم برنامه حفظ قرآن، برنامه داریم برنامه سفره دل که همیشه موضوعات اخلاقی، موضوعات خانوادگی و اجتماعی اینها مطرح میشه. حتی برنامه‌ای که شاید بعضی فکر بکنن که تند و تستر هست، برنامه آن روی سکه که هست و او هم کاملا یعنی انسانها رو متوجه میسازه تا اینکه انسان همان اخلاق حمیده و پسندیده‌ای که بزرگان دین داشتن و امروز اشخاصی میخوان او بزرگان دین و ائمه و اهل بیت را یعنی اخلاق اینا خدشه‌دار بسازن و بالاخره مورد طعن اونها را قرار بدن. او برنامه است که کاملا خیلی از انسانها به او برنامه هدایت شده. وقتی هدایت شد دارای اخلاق حمیده و پسندیده میشه. پس بناهن شبکه وسایل حق نه تنها اکثریت بلکه کل برنامه‌هایش برنامه اخلاقی هست و برنامه‌هایی که زندگی انسان‌ها را متحول ساخته. وقتی زندگی متحول شد و حتی کلیپ هایی که پخش میشه از این شبکه، حتی گستاخی هایی که بعضی میکنن و پخش میشه، همانطور که میگه ادب رو از کی آموختی، بعضی از بی ادبان وقتی در این شبکه حرف اینا پخش میشه به او کلیپ ها و اینها، دیگران متوجه میشن و از اونها ادب میگیرن و اخلاق درست رو یاد میگیرن. پس بناهن این برنامه هم همان قطره و شمه است که با مجموعه این دریا روان هست و به خاطر زدودن صفتهای غیر اسلامی، از بین بردن صفات غیر اسلامی و آوردن و زنده ساختن اخلاق حمیده و پسندیده برای آنچه که میگیم برای خود و برای دیگران که انشالله مؤثر واقع بشه انشالله. البته جا دارد که از یک کسی دیگه هم من نام ببرم و تشکری بکنم از برادر عزیزمان دیپ که از جمهوری مصر هستند، برادر عربی مصری ما که البته محمد دیوی مصری نام کاملشان هست. استودیوی این برنامه را دیزاین کردن، واقعا استودیوی خیلی زیبایی آماده کردن. از محمد جان دیوی برادر مصری ما نیز تشکری میکنیم. شما تشکر نمیکنید؟ چون باز مسلک منی هر کس با محمد جان دیو بسیار زیاد یگان وقت مسا شوخی داریم. نه تنها اونها، ما دعا میکنم الله سبحانه و تعالی همه پرسونل وسایل حق در حفظ و حمایت خود داشته باشه و همه کسانی که در هر نقطه از دنیا خدمتی به دین و اسلام و قرآن دارن الله ایشان را حفظ بفرماید. آمین آمین. جزاکم الله خیرا. بیننده های عزیز، در اولین قسمت برنامه خلق عظیم قرار داریم. همانگونی که قبلا اشاره کردم، مولانا مجیب الرحمن انصاری به عنوان مهمان و کارشناس دائمی این برنامه با ما خواهند بود. از محضر ایشان استفاده خواهیم کرد. در اولین قسمت می‌خواهیم که به طور کلی برنامه خلق عظیم را به معرفی بگیریم که هدف از اجرای همچون برنامه چه هست، ما چرا برنامه را به عنوان خلق عظیم انتخاب کردیم. همانگونه که قبلا اشاره کردم که از پیشنهادات استاد فاتح عزیز بود و هدف چی هست از خلال این برنامه، از خلال این منبر ما چی میخواهیم برسانیم. ما در این برنامه روی چه موضوعات
صحبت خواهد شد. این را نیز از محضر جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری خواهم پرسید. جناب مولانا، در آغاز چرا همچون برنامه را آغاز کردیم؟ طبعا وقتی که ما عنوان برنامه طوری که شما و عزیزان مطرح کردن که برنامه تحت عنوان خلق عظیم باشه، الله سبحانه و تعالی از فوق آسمان ها حبیب خود را، رسول خود را تزکیه میکنه و تایید میکنه با این صفت که صفت خلق عظیم هست و به صراحت میفرمایه و انک لعلی خلق عظیم. ای پیامبر، تو دارای خلق عظیم و بزرگی هستی. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه حبیب خود را و رسول خود را تزکیه کرد، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آیه دیگه الله سبحانه و تعالی میفرمایه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. پیامبر اسوه حسنه هست برای مؤمنین و برای مسلمین و برای کسانی که لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، کسانی که اونها امیدوار به پروردگار عالم و به روز قیامت ایمان دارن، پیامبر برایشان اسوه حسنه هست. حالا ما یک نفر را میخوایم به عنوان اسوه قبول کنیم و به عنوان اسوه قبول کردیم و دیگران میخوان این را بپذیرن و قبول کنن. مثالی بیان کنم، وقتی شخص میخواد که در یک جایی بره که دیگران اون را بپذیرن و قبول کنن، باید یک مافوقی باشه که تزکیه کنن. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم در این آیه مبارکه مورد تزکیه الله سبحانه و تعالی قرار میگیرن. الله یک مهر تایید در میزنه که و انک لعلی خلق عظیم. ای پیامبر، تو دارای خلق عظیم و بزرگ هستی. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها سوال کردن که از اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کنید. ام المؤمنین فرمودن کان خلقه القرآن. اخلاق نبی کریم صلی الله علیه و سلم قرآن هست و قرآن هم وقتی نگاه میکنیم که هدف نزول قرآن به خاطر چیست؟ به خاطر اینه که اخلاق انسانها را از او حالت بد و زشت بیاره به حالت نیکو و پسندیده و انسانها را از ظلمت و تاریکی نجات بده و بیاره به طرف نور و روشنایی و اینها. هدف از این برنامه هم اینه که ما بتوانیم، یعنی قبلا اشاره کردیم که برنامه های وصال حق همه آموزنده هست، همه ارتباط به اخلاق میگیره، ولی برنامه‌ای که کاملا ترکیزش بر این باشه که یک جوان مسلمان دوست داره که دارای خلق عظیم بشه، اخلاق اسلامی رو بفهمه، میخواه که شجاع بشه، چگونه شجاعتی داشته باشه، میخواه که سخاوتمند باشه، چگونه سخاوتمند باشه، میخواه مهربان باشه، چگونه مهربان بشه. مثلا یک شخص دوست داره که با فامیل خود، خانواده خود، با همسایه خود مهربان باشه. حالا این مهربانی را از کجا یاد بگیره؟ امیدواریم که از خلال این برنامه برای از او دروسی و برای از او راهنمایی باشه که او بفهمه که اخلاق عظیم و صاحب خلق عظیم کی بود و او برای ما به عنوان اسوه و الگو که قرار گرفت، ما از او چگونه درس و اینها میگیریم. الله سبحانه و تعالی میفرماید و ان تطیعوه تهتدوا. وقتی که شما از این اطاعت کنید هدایت میشوید. نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقتی که الله معرفی میکنه به عنوان اسوه و به عنوان الگو، در یک بعد نیست. رسول معظم اسلام در ابعاد مختلف بر عنوان اسوه و الگو هستند. وقتی تعامل رسول صلی الله علیه و سلم ما نگاه میکنیم با اطفال، وقتی برخورد نبی کریم صلی الله علیه و سلم یا به عبارت اخلاق نبی کریم صلی الله علیه و سلم با همسرانش، با اولادهایش، با همسایگانش، اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم در صحنه جنگ و نبرد، اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم در حال تجارت، اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم در سفر، اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم در حتی با غیر مسلمین، حتی با یهود، با نصارا. پس به اینه که
ما از خلال این برنامه ما اولا صاحب خلق عظیم را باید معرفی کرد که تا اینکه یک بیننده بفهمه و بدانه که امروز جوان مسلمان میخواد که یک قهرمان باشه، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم را نمیشناسه، میره دنبال یک جوانی که او یا در عرصه قتل و کشتار به عنوان قهرمان معرفی شده یا در عرصه ظلم و ستم و اینها در دنیا رفته برای خود یک بچه فیلم را اسوه گرفته، یک فلان ورزشکار قوی را برای خود اسوه گرفته تا اینکه میخواد که همانند او بشه. رسول صلی الله علیه و سلم در عرصه اخلاق اسلامی، در عرصه اخلاق اجتماعی، اخلاق اقتصادی، در عرصه اخلاق سیاسی، در ابعاد مختلف برای پیروان خود اسوه هستند و الگو هستند و هدف اصلی و اساسی این برنامه هم اینه که ما بتوانیم به توفیق الله سبحانه و تعالی از خلال این برنامه ما صفات نیک، اوصاف نیک و صفات حمیده و پسندیده، صفاتی که در شأن یک مؤمن هست. ما وقتی میگیم ما در مکتب اسلام هستیم، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، حالا دیگه در این مکتب که داخل شدیم، این مکتب دارای چی قوانینی هست، دارای چی ضوابطی هست، این مکتب دارای چی راهنمایی های هست، لباس این مکتب چیست، شعار این مکتب چیست و برخورد این مکتب با دیگران چگونه هست. این انشاءالله از خلال این برنامه بیان خواهد شد. انشاءالله. شما آیه را تلاوت کردین و انک لعلی خلق عظیم که شعار برنامه خلق عظیم هم همین است و نام این برنامه را هم از این کلمات آخری این آیت که خلق عظیم هست گرفته شده است. یعنی این آیت چی میگوید که یعنی چی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارای اخلاق عظیم هستند و چه اخلاقی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتند؟ نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم ما نمونتا اشاره کنم. الله سبحانه و تعالی وقتی که نبی مکرم اسلام صاحب خلق عظیم بیان میکنه، در آیات دیگر الله سبحانه و تعالی بیان میکنه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم رحمت برای عالمین بودن. اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم چنان اخلاقی بود که من نمونتا اشاره میکنم. در عرصه صداقت و امانتداری رسول صلی الله علیه و سلم، در عرصه صداقت نه تنها بعد از بعثت، حتی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت مورد یعنی حفظ پروردگار عالم، الله سبحانه و تعالی قبل از بعثت حبیب خود را و رسول خود را حفظ کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت بت سجده نکردن. رسول صلی الله علیه و سلم یعنی اخلاق ناپسندی که در دوران جاهلیت بود، عبارت از شراب و قمار و زنا و اعمال زشتی که حتی در دوران جاهلیت رسول صلی الله علیه و سلم انجام ندادن که خیر، که از اون اعمال هم متنفر بودن. رسول صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت وقتی که در غار حرا می رفتن و اونجا به تفکر و اینها می پرداختن، به خاطر چی بود؟ وضعیت دوران جاهلیت رسول الله را خسته می ساخت. این شرک و این بت و بت پرستی و ظلم و زنده به گور کردن اطفال و اینها قضایایی بود که رسول صلی الله علیه و سلم خسته می ساخت و جامعه مکه را ترک می کردن، در غار حرا و اونجا به فکر و به اینها قرار می گرفتن. و حتی از اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم که قبل از بعثت مشهور به محمد امین بودن، محمد صادق بودن، کسانی که یعنی مشرکین می آمدن مال و ثروت خود را نزد رسول صلی الله علیه و سلم قرار می دادن به عنوان امانت و اینها، که رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر اینکه مشهور به امانت داری و صدق و صداقت و اینها بودن، تا اینکه الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر انتخاب کرد و مبعوث کرد. بعد از این که حتی نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقتی که مشرکین تصمیم گرفتن و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک،
که یا پیامبر را بکشید و یا پیامبر را حبس کنید و یا بالاخره پیامبر را از این شهر بیرون کنید. این نقشه مشرکین بود. نبی کریم صلی الله علیه و سلم تصمیم هجرت گرفتن و از مکه مکرمه طرف مدینه منوره. بخشیم چون شما مصروف جوال شدیم. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که تصمیم هجرت گرفتن و طرف مکه مکرمه، از مکه مکرمه طرف مدینه منوره، در حالتی که مشرکین تصمیم قتلشان را گرفت، مشرکین تصمیم از بین بردنشان را گرفت، به نزد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اماناتی که مشرکین داشتن سیدنا تا هنوز باقی بود. سیدنا علی ابن ابی طالب در مکه قرار میدن و او در بستر خود میخوابانن. به خاطر چی؟ به خاطر که ای علی، من وقتی که از مکه میروم تو امانات را به صاحبانش برگردان. این خلق رسول صلی الله علیه و سلم، این اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم. مال دشمن پیشش هست به نزد رسول صلی الله علیه و سلم. رسول الله میتونست دشمنی که بیرون میکنه از خانهش بیرون کرده، تصمیم قتلش گرفته، جایزه 100 شتر گذاشته، همه عرصه ها به سر نبی کریم صلی الله علیه و سلم تنگ نمودن. رسول صلی الله علیه و سلم در آن حالت نمیگن که این پولی که از دشمن به دست من هست این را بگیر و بالاخره برو طرف مدینه. اینهایی که به سرم اینقدر ظلم میکنن، ستم میکنن، به این حالت. این از اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم. و انک لعلی خلق عظیم. به راستی هم که نبی مکرم اسلام دارای خلق عظیم و بزرگی بودن. و از این که رسول صلی الله علیه و سلم دارای خلق عظیم بودن، روزی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم حسن ابن علی در حال بوسیدن بودن. حسن ابن علی می بوسیدن. در اون حالت اقرع ابن حابس وقتی که مشاهده میکنه میگه من 10 فرزند دارم، 10 اولاد دارم، تا حال هیچ یکی را نبوسیدم. رسول صلی الله علیه وسلم حسن ابن علی را میبوسه. رسول الله وقتی که این حرف را شنیدن فرمودن من لا یرحم لا یرحم. کسی که رحم نکنه رحم کرده نمیشه به او. خود رحم از جمله اخلاق هست، از جمله صفتهای پسندیده هست. و نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم این از اخلاق اینا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم با حسن ابن علی که انشالله بعدها باز تعامل رسول الله صلی الله علیه و سلم پیرامون اطفال و بالاخره اینها صحبت میشه. و همچنین از اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم که نگاه میکنیم، باز هم میایم در فتح مکه. یعنی فتح مکه زمانی هست که رسول صلی الله علیه و سلم را از مکه بیرون کردن، رسول صلی الله علیه و سلم را آزار دادن، رسول صلی الله علیه و سلم را اذیت کردن. اهل مکه بودن که 3 سال در شیب ابی طالب سخت‌ترین وضعیت رسول صلی الله علیه و سلم در اونجا سپری کردن. رسول صلی الله علیه و سلم یعنی قبل از فتح مکه جریان یعنی صلح حدیبیه که پیش آمد و جریانی که رسول صلی الله علیه و سلم را حتی به عمره اجازه ندادن، همه این قضایا اهل مکه بودن که حتی پیمان را شکستن. اهل مکه بودن که همه این ظلم و ستم و همه اینها روزی که رسول صلی الله علیه و سلم جنگیدن در بدر و در احد و در حتی در احزاب و قضیه احزاب که کل احزاب را یک جا جمع کردن علیه از بین بردن رسول صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی وارد مکه مکرمه میشن به عنوان فاتح و به عنوان یعنی کسی که دیگه امروز روزی هست، امروز میتونه هر نوع برخوردی که بخواه با اهل مکه میتونه انجام بده. همه اهل مکه، حتی ابو سفیان هنوز مسلمان نشده بود، هر کدام اهل مکه عده زیادی به خانه های خود پناه بردن. درهای خانه ها درهای خانه ها محکم بستن، پشت درهای خانه انتظار میکشیدن که چی وقت شمشیر رسول صلی الله علیه و سلم و صحابه بر گردن و بر حلقوم اینها گذاشته میشه. ابو سفیان پریشان بود، کسانی در حرم پناه برده بودن، همه انتظار مرگ میکشیدن، چون خود اینا میدانستن
که با رسول الله چگونه برخورد کردن، خودشان میدانستن که با صحابه چگونه برخورد کردن، خودنا میدانستن همه سختی ها و مشکلاتی که بر سر رسول صلی الله علیه وسلم آورده بودن. امروز میگفتن روز انتقام هست و محمد صلی الله علیه وسلم امروز از ما انتقام خواهد گرفت. رسول الله وقتی که وارد مکه میشن، صاحب خلق عظیم وارد مکه میشه، رحمت للعالمین وارد مکه میشه. قرآن وقتی میگه این اسوه هست، اسوه حسنه هست، این اسوه حسنه و این صاحب خلق عظیم و این کسی که از این شهر مخفیانه هجرت میکنه، اهل این شهر 100 شتر جایزه میگذاره به قیمت سرش، اهل این شهر تا بدر و احد به سراغش میآیه، اهل این شهر جیگر حمزه از تنش بیرون میکنه، عموی رسول صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که وارد شهر مکه میشن، اولین صدای اینا اینه که هر کس که در حرم پناه ببره جانش در امنه، هر کس در خانه ابو سفیان پناه ببره جانش در امنه و هر کس در خانه خود باشه جانش در امنه. این برخورد صاحب خلق عظیم هست، این برخورد رحمت للعالمین هست، این برخورد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هست که این شعار در اون روز، همان حرفی که یوسف علیه السلام با برادران خود گفت، رسول الله برای اهل مکه میگه لا تثریب علیکم اليوم، امروز روز ملامتی نیست، هیچ کس ملامت نمیشه، هر کس در جای خود هست، در امن، در امان و هیچ آسیبی کسی حق نداره که برای اهل مکه برسانه. و انک لعلی خلق عظیم. این برخورد صاحب خلق عظیم با دشمنانش هست، با کسانی که نه با دوستانش، نه با مؤمنین، با کسانی که هر لحظه دنبال قتل رسول صلی الله علیه وسلم بودن و هر لحظه به خاطر از بین بردن رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاش میکردن. و همینه که رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم مورد تزکیه الله سبحانه و تعالی قرار میگیره و انک لعلی خلق عظیم. نکته دیگری رو اشاره میکنم جناب استاد بزرگوار، استاد رحیمی عزیز، وقتی که انسان به اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم فکر میکنه غرق میشه که یا رب به راستی هم که این خلق ذات اقدس الهی به تو داده. رسول صلی الله علیه و سلم حرکت میکنن طرف طائف میرن، سختی اهل مکه چنان به سر رسول الله فشار میاره، چنان فشار میاره که حرکت میکنن طرف طائف میرن. اهل طائف بر علاوه که از رسول الله استقبال نکردن، بر علاوه که رسول الله را به آغوش نگرفتن، بر علاوه که عزت و احترام نکردن و رسول الله را حتی جواب هم ندادن که برو بالاخره ما دعوت را نمیپذیریم، برو پس طرف مکه، برو بالاخره اینجا نه استاد نشو. رسول صلی الله علیه و سلم تمام سفها و بیعقلان خود را اهل طائف جمع کردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم به حالت سنگ باران و سنگر و دست اطفال و نوجوانان خود و سفهای خود دادن که بزنید بر تن مبارک رسول صلی الله علیه و سلم. رسول صلی الله علیه و سلم از طائف با سر سنگ اهل طائف رانده میشن و بیرون میشن و بیرون در بین دو دره کوه در اونجا می نشینن و در اونجا فقط دستان خود را بلند میکنن، اللهم انی اشکو الیک، خدایا فقط شکایت خود را من به سوی تو میکنم. در این اثنا من میخوام ایر بگم الله سبحانه و تعالی ملک کوهایی که وظیفه‌دار کوها هست، الله سبحانه و تعالی میفرسته نزد رسول صلی الله علیه و سلم. رسول الله را سلام میکنه، من وظیفه‌دار این کوها هستم، یا محمد تو دستور بده که من این کوها را به هم بزنم تا اثری از این مردم نمانه، اثری از اهل طائف نمانه. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون،
خدایا نمیخوام اینها از بین برم، نمیخوام که اینها همه نابود بشن. خدایا من میخوام که از نسل اینها کسانی را بیار که تو را به یگانگی بشناسن، از نسل اینها کسانی را بیار تا این که تو را سجده کنن و تو را به یگانگی عبادت کنن. و همان طورم شد که دعای رسول صلی الله علیه و سلم که الله سبحانه و تعالی باز از طایف شخصیت های را آورد بعدها که اونها خودنا فاتح میشن در غزوات و در اینها. رسول صلی الله علیه و سلم در او حالت، یعنی یک لحظه ما فکر بکنیم که از شهر خود رانده بشیم، بعد بریم در شهر دیگری و او شهر هم ما را سنگسار کنن بیرون بکنه و بعد قوت و قدرتی هم به دست ما بیایه که کل شهر را بتانیم انتقام بگیریم و نابود کنیم. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم چون صاحب خلق عظیمن، صاحب خلق عظیم که دارای اخلاق حمیده و پسندیده هست، نمیخواه که این شهر نابود بشه، نمیخواه اهل این شهر نابود بشه. میگه خدایا این قوم من نمیدانن، اینها را تو هدایت کن و از تو من طلب هدایت دارم. پس به اینه که اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم، اخلاق نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، که این فقط قطره و شمه و نمونه بود که اشاره کردیم، و همین که الله سبحانه و تعالی میگه رسول الله دارای خلق عظیم و بزرگ هستن، همین کفایت میکنه. جناب استاد بزرگوار، ما بعضی وقت یک موضوع بر این آیه و اینک لعلی خلق عظیم و بر آیه و ما الحیات الدنیا الا متاع قلیل، با این دو وقتی فکر میکنم این دنیا را الله سبحانه وتعالی با همه متاعی که داره، این دنیا را الله قلیل میگه. وقتی ما این دنیا رو میگیم، همه کوههای این دنیا، همه ذخایر این دنیا، همه آبهای این دنیا، همه اشجار، همه احجار، همه چیزهایی که در دنیا، چیزهایی که ما هنوز ندیدیم، نشنیدیم، شاید مناطقی باشه که اصلا بشر به اونجا راه پیدا نکرده، یا از سردی راه پیدا نکرده، یا از گرمی راه پیدا نکرده، یا از آتشی که بوده نتونسته رفته. این همه دنیایی که به چشم با این عظمت و بزرگی میخوره، الله میگه این قلیل هست، متاع قلیلی هست. قلیل خدا که اینقدر باشه. اخلاق رسول الله را که الله میگه عظیم، عظیم پروردگار چقدر خواهد بود. الله اکبر. پس به اینه که قول سعدی هست، میگه که خلاف پیامبر کسی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. بدون محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ راه نیست که انسان بتانه خود را به ذات اقدس الهی وصل کنه و برسانه. تشکر. سلامت باشید. اجازه بدیم بریم به سراغ میان برنامه کوتاه. بین الله عزیز، میان برنامه کوتاه را میگیریم و با ادامه برنامه‌مان برمیگردیم. با ما باشید. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمودند 10 سال خدمتکار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودم. هیچگاه به من اف نگفتند و هیچگاه نفرمودند چرا این کار را انجام دادی و چرا آن کار را انجام ندادی. يقودني وبنوره تصفو الحياة. سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من محمد خلق عظيم.
با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق با اولین قسمت برنامه خلق عظیم خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان و کارشناس دائمی برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری را در اولین قسمت برنامه خلق عظیم با خود داریم. قبل از اینکه به میان برنامه برویم جناب مولانا در مورد اهداف این برنامه صحبت کردن و همچنان در تفسیر آیه مبارکه و انک لعلی خلق عظیم دو داستان نهایت زیبای از اخلاق پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را تقدیم نمودند که یکش در فتح مکه و صحنه جالب دیگری از اخلاق والای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در سفرشان به طائف حکایت کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را اینکه قرآن و الله متعال در قرآن خود به عنوان صاحب اخلاق بزرگ معرفی می کنند چه اخلاق داشتند. جناب مولانا برای ما و بیننده عزیز ما میشه که اخلاق نیک یا اخلاق حسنه یا حسن خلق تعریف کنین یعنی چی؟ اخلاق نیک یعنی چی؟ وقتی که ما بحث از اخلاق میگیم اخلاق و خلق کلمه عام هست. اخلاق حمیده و پسندیده را هم شامل میشه، اخلاقی که حمیده و پسندیده هم نیست شامل میشه. یا به عبارت دیگر اخلاق به معنای صفت هست. میگیم فلانی خوش اخلاق هست و فلانی بد اخلاق هست، یعنی خوب و بد بر اخلاق به کار برده میشه. ما وقتی که باز هم بحث از اخلاق میگیم بحث صفات هست، صفات یک شخص. میگیم فلانی عادل هست، خود عدالت یک صفت هست، یک اخلاق هست، خلق نیک هست. وقتی ما میگیم فلانی شجاع هست، فلانی سخاوتمند هست، فلانی قهرمان هست، مهربان هست، رحیم هست، مشفق هست، این صفات حمیده و پسندیده است که اخلاق میگویند. درست. که مجموعه وقتی که جمع میکنن با یک شخص گفته میشه که فلانی دارای اخلاق زیبایی است، بس تمام میشه. وقتی که گفتیم فلانی دارای اخلاق زیبایی است همه اوصاف زیبا را ما به او جمع کردیم. و الله سبحانه و تعالی هم با کلام حمید و مجید خود وقتی میگه و انک لعلی خلق عظیم، یعنی تمام صفات رسول صلی الله علیه و سلم حمیده و پسندیده هست. از هر نوع صفت حمیده و پسندیده وقتی ما بیان کنیم رسول صلی الله علیه و سلم در او صفتها اسوه و الگو هستند. اصلا خود خلق و اخلاق یک کلمه عام، یک کلمه‌ای که همه اوصاف و صفات به او جمع میشه. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما من شیء، وقتی بخوایم ما از اخلاق صحبت بکنیم، اخلاق نه تنها مرتبط در دنیا بلکه ارتباط در آخرت داره. انسان با اخلاق همانطوری که گفته شده که خلق خوش خلق را شکار کند، یعنی انسان با اخلاق همه کس دوست داره، همه کس. یعنی حتی یک کافر با اخلاق باشه، یک کافر که سخاوتمند باشه و مهربان باشه، یک مسلمانی که ظالم باشه و قسا القلب باشه و انسان خشن باشه، خیلی کسانی او مسلمان رو دوست ندارن و کافر مهربان رو دوست دارن. و نبی کریم صلی الله علیه و سلم عموی خود را خیلی دوست داشتن، ابو طالب، حالان که ایمان نیاورد. الله سبحانه و تعالی حتی بحث محبت رو میاره که انک لا تهدی من احببت. چی معنی من احببت؟ یعنی تو هدایت کرده نمیتونی کسی را که تو دوست داری. رسول صلی الله علیه و سلم پس او را دوست داشتن. پس بناهن چون ابو طالب اگر ایمان نیاورد ولی صفات نیکویی داشت،
جوانمردی داشت، مهربان بود، بر قول و قرار خود استاد بود، بر عهدی که بسته می کرد پیمان شکنی نداشت. به این ترتیب پس اخلاق نه تنها در دنیا بلکه در آخرت هم مرتبط میشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما من شیء اثقل فی المیزان، هیچ چیزی، ما من شیء، نیست چیزی ثقیلتر، سنگینتر در ترازوی میزان از چی؟ من حسن الخلق، از اخلاق نیکو. یعنی اخلاق نیکو، یعنی هیچ چیزی وزن‌تر از اخلاق نیکو در میزان نیست. اخلاق اینجا برمیگرده که حالا این حسن اخلاق و این خلق وقتی نگاه میکنیم اخلاق بنده نسبت به پروردگار عالم باید خوب باشه. وقتی خوب باشه در روز قیامت سنگین میشه. با الله سبحانه تعالی چگونه انسان باید خلقی داشته باشه؟ به همینه که میگه لا اله الا الله. خود توحید اخلاق هست. خود توحید یعنی وقتی که ما شخص رو ببینیم که بد زبان باشه، بی ادب باشه، او هیچ وقت ما با اخلاق نمیگیم، میگیم فلانی بد اخلاق هست. پس به اینه که یک شخص میره دنبال بت و بت پرستی، یک شخص میره دنبال لات و عزی و منات، میره دنبال قبر و دنبال درخت و دنبال غیر الله. ما وقتی این شخص رو ببینیم تعاملی و با بندگان الله درسته، ما میگیم اخلاق خود انسان ها درست هست، ولی اخلاق این با الله سبحانه تعالی درست نشده. اخلاق شخص وقتی با الله درست بود، با بندگان الله درست بود، اینجا میشه در روز قیامت ثقیل‌ترین شی در روز قیامت در میزان از او اخلاق از او هست. و همچنین احادیث دیگری رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان من خیارکم احاسنکم خلقا، بهترین چیز برای شما امان اخلاق شما هست. یعنی بهترین شما کسی است که اخلاقش نیک باشه. اخلاق نیکو باشه. بهترین شما کیست؟ احاسنکم اخلاق، کسی که اخلاق نیکویی داشته باشه. در حدیث دیگر رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان من احبکم الی احسنکم خلقا، محبوب ترین شخص در روز قیامت از میان شما نزد من کیست؟ کسی که اخلاق نیکویی داشته باشه. اخلاق نیکو. بحث خلق و اخلاق خیلی مسئله مهمیه. اخلاق انقدر مهم هست که الله سبحانه و تعالی به بین تمام صفات که میخوای مجموعه صفات حمیده و پسندیده بر حبیب خود و رسول خود جمع کنه و تزکیه کاملی از رسول خود داشته باشه، میفرمایه و انک لعلی خلق عظیم. رسول صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر میفرمایند اذا اراد الله به اهل بیت، وقتی الله سبحانه و تعالی به اهل بیت خیرا، وقتی الله سبحانه و تعالی اراده خیر به یک خانواده داشته باشه چه کار میکنه؟ ادخل علیهم الرفق، الله داخل میکنه بر این خانواده اخلاق، نرمی، اخلاق را. الله میخواه که به یک خانواده، به او خانواده خیر باشه، برکت باشه، او خانواده را با اخلاق میگردانه. خود نرمی اخلاق هست، خود مهربانی اخلاق هست. و الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی ما را متوجه میسازه که وقولوا للناس حسنا. وقولوا، شما با مردمان وقتی سخن میگویید سخن نیکو داشته باشید، سخن گفتن شما سخن نرم باشه. حتی نبی کریم صلی الله علیه و سلم با این خلق عظیمی که الله سبحانه و تعالی توصیف میکنه، اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم اخلاق حمیده و پسندیده هست، باز هم الله متوجه میسازه که ای پیامبر، چون همان صحابه‌ای که رسول صلی الله علیه و سلم وقتی در احد اونها را تعیین کردن بر همان جبل رماد که عبدالله ابن جبیر با 50 نفر که شما اینجا بمانید و اگر ما پیروز شدیم و شکست خوردیم شما این منطقه را رها نکنید.
صحابه رسول صلی الله علیه و سلم، صحابه رسول صلی الله علیه و سلم وقتی دیدن مسلمان ها پیروز شدن، وقتی دیدن مسلمان ها جمع‌آوری غنایم و اینها هم با او اجتهادی که داشتن تعداد زیاده گفتن حالا که پیروز شدن حالا دیگه نیاز اینجا نیست. هر قدر عبدالله ابن جبیر این را تأکید کرد که شما استاد بشیم، این صحابه رفتن و بالاخره شروع کردن به غنایم و دشمن آمد از پشت جبل رمات و بر این 4-5 نفری که آمد اینها درگیر شد و اینها را شهید ساخت و بعد همین بود که غزوه بدر، غزوه احد حالت دیگری برای خود گرفت. دندان رسول الله شهید شد، سیدنا حضرت حمزه به شهادت رسیدن و تعدادی از صحابه شهید شدن، مصعب ابن عمیر شهید شد. سخن کوتاه رسول صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفتن که با این صحابه‌ای که این کار را کردن دیگه حرف نزنن، یک تنبیه بشه، تهدید بشه. الله سبحانه و تعالی نازل میکنه ای پیامبر اینها محبوبان ما هستند، اینها صحابه تو هستند، اینها کسانی هستند که ما از اینها راضی هستیم. میفرماید ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر تو غلیظ القلب بشی یعنی اخلاق عظیم که تو داره یوسفتی ای را فراموش کنی و انک لعلی خلق عظیم، در شأن توست، تو دارای اخلاق بزرگی، اگر اینجا اخلاق فراموش کنی غلیظ القلب بشی لانفضوا من حولك، از اطراف تو فرار میکنن. پس چه کار بکن؟ پس اخلاق زنده بکن، فاعف عنهم، اینها را عفو کن، واستغفر لهم، از الله بر اینا آمرزش بخوا، و شاورهم، و اینها حتی مشوره بکن، فاذا عزمت فتوکل علی الله. ادامه آیه. پس به اینه که اخلاق چنان حالتی به خود داره که نه تنها در دنیا بلکه در آخرت. و نبی کریم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میفرمایند ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه، نزدیکترین شخص، محبوبترین شخص از شما در روز قیامت که به کنار من نشسته، احاسنکم اخلاق، کسی که اخلاق زیبایی داره، نیکوترین زیباترین اخلاق داره در کنار من هست. و ان ابغضکم، میفرمایند الی و ابعدکم، کسی که نمیخوام که از شما او را ببینم و نمیخوام که بالاخره از من دور هست، او کی هست؟ منی مجلسا یوم القیامه الثرثارون والمتشدقون والمتفیهقون. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که از من در روز قیامت دور هست، نمیخوام او را ببینم، با او حتی در حال غضب هستم، که او کی هست؟ که صحابه بعد سوال کردن که سرسارون و متشدقون، ما فهمیدیم یا رسول الله متفیهقون کی هست؟ که فرمودن المتکبرون. سرسارون علما میفرمایند به معنای کسانی که چنان حرف میزنن و سخن طولانی میکنن که طرف خسته میشه، یک. و بعضی میفرمایند که متشدقون به معنای کسانی که چنان در صحبت خود را به مشقت میاندازن که به فصاحت صحبت کنن که طرف نفهمه که چی میگه، هدفی و بیان نیست که دیگران بفهمن، هدفی و این باشه که دیگران فقط او را تعریف و توصیفی که در فن سخن و اینها که الله همه ما از این صفات رذیله و زشت ما را حفظ بکنه. و همچنین فرمودن والمتفیهقون که به معنای متکبرون، که انسانهای متکبر. رسول صلی الله علیه و سلم در این حدیث میفرمایند که محبوب ترین شخص در روز قیامت و میفرمایند نزدیکترین شخص در روز قیامت که در کنار من نشسته هست، کسیه که دارای خلق زیبا و اخلاق زیبایی هست. تشکر، سلامت باشه جناب مولانا صاحب. به عنوان آخرین سوال میخوایم که روی موضوعاتی که در برنامه خلق عظیم به آن میپردازیم اشارات داشته باشین که در این برنامه روی چه موضوعات صحبت خواهید کرد؟ ان شاء الله به توفیق الله سبحانه و تعالی، همانطوری که نام برنامه خلق عظیم هست،
پیرامون صفات حمیده و پسندیده که بهترین و بزرگترین و والاترین و زیباترین صفت برای انسان صفت موحد بودن هست. فلانی موحد هست و روی توحید، روی مسئله صفات حمیده و پسندیده، سخاوت، شجاعت، امانت داری، روی صداقت، روی مجموعه از صفات حمیده و پسندیده و همچنین به خاطر فهم عزیزان و دوستان تا اینکه بیشتر متوجه بشن بعضی از صفتهای رذیله و خبیثه همچون شرک و بخل، کینه، عداوت، حسادت، حقد و این مسائل هم بیان میشه به توفیق الله سبحانه و تعالی تا اینکه وقتی میگه تعرف الاشیاء باضدادها، اشیاء شناخته میشه. وقتی شخص بخل فهمید میفهمه که سخاوت چیست و شخص وقتی که عداوت را فهمید میفهمه محبت چیست. وقتی شخص حسادت را فهمید و دانست میدانه که جود و بخشندگی چه معنایی داره. وقتی توحید را فهمید شرک را میفهمه، وقتی شرک را فهمید توحید را میفهمه. پس به این انشاءالله به توفیق الله سبحانه و تعالی به برنامه های آینده پیرامون صفات حمیده و پسندیده که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که خود ما اول ملبس به خلق عظیم بشیم و کوشش کنیم که اولادهای ما دارای خلق عظیم بشن. همانطوری که قبلا هم اشاره کردیم که رسول صلی الله علیه و سلم اسوه هستند در تمام صفتهای حمیده و پسندیده. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم حتما در لابلای برنامه تعامل نار با اطفال، تعامل نار با خانواده، تعامل نار با همقطارانشان، با کسانی که اصحابنا، با اهل بیتنا، اینها اشاره میشه. یعنی نمونه های از اخلاق اینها هر کدام اشاره میکنیم ان از صفات سلف الصالحین که دارای چگونه اخلاقی بودن و دارای چگونه صفاتی بودن، اینها را و همه اینها بستگی داره به توفیق الله سبحانه و تعالی که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده. نه تنها از الله نمیخوایم تنها توفیق گفتن، از الله توفیق عمل برای خود و برای بینندگان عزیز و گرامی که امیدواریم همه ما ملبس به صفات حمیده و پسندیده باشیم ان شاء الله. بیننده های عزیز، البته این اولین قسمت برنامه خلق عظیم هست. جا داره که من در مورد تکرارهای این برنامه نیز شما را آگاه بسازم. این برنامه زندهش البته مثل همین روز که سه شنبه ها هست، ساعت 5:30 شام، البته به وقت مکه مکرمه که 7:30 می شود. 7:30 شام به وقت مکه مکرمه بخش زنده این برنامه است. برنامه ما 1 ساعت طول خواهد داشت، برنامه 1 ساعته خواهد بود و تکرار اولش فردا یعنی چهارشنبه ساعت 23 شب به وقت مکه مکرمه که 23:30 به وقت تهران میشه و ساعت 12:30 به وقت کابل میشه فکر میکنم. و تکرار دومش روزهای شنبه. تکرار اولش فردا چهارشنبه است، تکرار دوم این برنامه هر شنبه ساعت 9 صبح به وقت مکه مکرمه که 9:30 به وقت تهران میشه و ساعت 10:30 کابل میشه و انشاءالله تکرار دوم این برنامه خواهد بود که در هفته 2 تکرار خواهد داشت، چهارشنبه ها و شنبه ها. چهارشنبه از طرف شب هست و شنبه ها از طرف صبح حوالی 9 مکه مکرمه. جناب مولانا، دقایق پایانی اولین قسمت برنامه خلق عظیم هست. پیامی اگر در ارتباط با برنامه برای بیننده ها داشته باشین که چی گفتنی دارین که اونها چی بکنن؟ تشکری میکنم از همه عزیزان و دوستانی که تا به این لحظه برنامه همراهی داشتن.
فقط میخوام سخن اخیر برای والدین عزیز و گرامی و برای مربیان عزیز و گرامی و برای معلمین عزیز و گرامی داشته باشم که وقتی ما میخواهیم که فرزندان ما فرزندان با اخلاقی باشن، اخلاق حمیده و پسندیده داشته باشن، وقتی یک معلم آرزو داره که شاگردش شاگرد با اخلاق و دارای اخلاق حمیده و پسندیده باشه، یک مربی همچنین، پس باید خود ما اول ملبس و مزین به اخلاق حمیده و پسندیده باشیم تا اینکه اونهایی که ما برایشان اسوه قرار میگیریم، فرزندانمان، شاگردانمان و بالاخره همسنفیانمان، از ما یاد بگیرن. پس بناهن پس والدین عزیز و گرامی در رأس مسئولیت دارن که در خانه که هستن از فرزندان خود هر شب، هر روز، هر ساعت و هر ثانیه از اونها پرسان بکنن: فرزند من کجا بودی؟ کجا رفتی؟ و چی خواندی؟ و بسیار به اسلوب زیبا و به اسلوب حسن و به اسلوبی که رسول صلی الله علیه وسلم با اطفال و با اینها تعامل داشتن. انشالله که در برنامه‌های آینده بتوانیم روی موضوع خلق عظیم و پیرامون صفات حمیده و پسندیده در خدمت شما باشیم. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. تشکر. سلامت باشید جناب مولانا صاحب. تشکر از تمامی شما عزیزان بیننده که تا این لحظات با ما بودید. در